بریم آبشار پونزار رو توی زمستون ببینیم. ساعت 7 صبح بود، از اصفهان حرکت کردیم و 10 صبح ورودی پونزار بودیم که بسته بودنش البته و مجبور شدیم تا پارکینگ رو پیاده بریم و در نهایت رسیدیم تا پارکینگ. بعد پایین رفتیم و از فنس رد شدیم. اول صبحونه‌مون رو خوردیم و بعد شروع به حرکت کردیم به سمت پایین آبشار و با احتیاط کامل مسیر رو طی کردیم و آبشار رو تا یه قسمتی پایین رفتیم و دیدیمش. بعد به مسیرمون ادامه دادیم و بازم پایین رفتیم. خیلی مسیر قشنگی بود و البته یکمم خطرناک، چون که آب بود، یخ بود و خب خیلی لیز بود کلن و در نهایت خیلی قشنگه. برم آقای فرابخش، برم بفرم برم. خیلی خطرناک. بله رسیدیم پایین و خیلی قشنگ‌تر از چیزی که تصور می‌کردم بود و از رودخونه قرار بود رد بشیم تا بریم اون سمت و از اینجا برو بالا. به خیلی خوشگلی تو. فقط زیبایی ببینید. برگشتیم بالا، ناهار خوردیم و یه کمی هم اون اطراف چرخیدیم. ببینم چی میشه. آره برو میریم پایین. بذار یه بار امتحان کنم. باشه مواظبم. ساعت 2 بعد از ظهر بود که برگشتیم بالا و تموم شد. در نهایت ممنونم از آقای فرحبخش، سرپرست گروه کوهنوردی افروس زیبا که با آگاهی کامل ما رو هدایت کردن و روز عالی برای ما ساختن.